به هر حال برای تیم میزبان و شاگردان رضا عنایتی توی این مسابقه محمد رضا دیناروند دروازه‌بان سمت راست، دانیال جهانبخش ارسالی که انجام شده پوشش لازم رو میده. عارف آقاسی توپو برمیگره، یه لحظه نزدیک دو چار اشتباه بشه پور امیدی اونجا هر جوری از توپو به بیرون زد و اشتباهش منجر به گل نشد. توپو به بیرون بزنه عارف آقاسی پشت منطقه جریمه صاحب توپ شد، از همونجا شوت میزنن و با در نهایت حالا اجازه میده که کورنر ارسال بشه. آلوز آتش بلنده و خطرناک، ضربه سری که زدن مدافعین تراکتور، توپ که از اون سمت به بیرون رفت. یه بار دیگه اشتباه، بازم پشت منطقه جریمه تراکتوریا صاحب توپ موقع شوت‌زنی فراهم شده، ضربه حسینی برخورد به مدافعین در نهایت دیناروند و حالا فکر کنم آره پرچم بالا اومده و کورنر اعلام شده. کاردو آلوز نگاهش به منطقه جریمه است، ارسال بلندی که انجام داد اونجا توپ از همه رد میشه، شیری از همونجا شوت میزنه، موقع هست برای بازیکن تراکتور، خطا اعلام میشه قبل از اینکه ضربه سیامک به تیر دروازه